و کلوب مرکزی ورزشی ارتش در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه صورت میگیرد. البته شاید اکنون پس از انجام ماه مارت بازی دسته باز در میدان خانگی خود برگزار گردد و در ادامه پنچر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش توانند که بازی خود را در خانه برگزار کنند. گرچند که ورزشگاه خانگی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش حالا جوابگو نیست با اون بازی که باید دسته میزبانی کند و این دسته موسم گذشته در تالکو آرینا بازی خانگی را برگزار میکرد. پنچر باشد بازی خود را در شهری بختر در ورزشگاه پختکار دایر میکرد. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش تماشاچیان عزیز در دور اول مسابقه توانست که پیروزی به دست آورد و اونجا دسته بر تیم حاصلات ناحیه فرخار با حساب 2-1 پیروزی به دست آورد. بازی افتتاحی موسم 34 چمپیونات تاجیکستان محض بازی منو دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حاصلات اولین گل در موسم نو لیگ عالی بود. بعدا در دقیقه 67 بازی شهباز حبیبوف از سایت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش حساب را 2 بالا نمود و میان بازیگران تاجیک اولین شده در موسم نو لیگ عالی مؤلف گل گردید و در ادامه باشد در دقیقه 93 از سایت دسته حاصلات فردوس چخالوف مؤلف گل شد. به همین ترتیب کلوب مرکزی ورزشی ارتش در دور اول صاحب 3 امتیاز گردید. پنچر باشد در دور اول از هولبوک با حساب 0-2 شکست خورده بود و اونجا از سایت دسته هولبوک 2 گل را خیرالدین تورخانوف به ثمر رسانیده بود و به همین ترتیب تماشاچیان عزیز پنچر تا هنوز در دور اول نتوانست که به زدن گل در موسم نو لیگ عالی دست یابد. آنها اکنون می‌بینیم که در دور دوم مقابل دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش چگونه بازی خواهند کرد. البته کلوب مرکزی ورزشی ارتش برای آمادگی به موسم نو در ازبکستان یک مرحله خوبی آمادگی را نیز گذرانید. بازی دوستانه و سنجشی آنجا برگزار کرد با دسته‌های گوناگون و همچنین دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که یک مسابقه پیش از موسمی نیز گفته می شود آنها آنجا اشتراک کردند به فینال برآمدند و از دسته استقلال در فینال مسابقه کلوب مرکزی ورزشی ارتش شکست خورد که آنجا در فینال البته هیئت اساسی دسته نبود و تنها انگوش شمار بودند آن بازیگرانی که در هیئت اساسی دسته بازی میکردند، چون که دستپروران شمس‌الدین قاسموف در ازبکستان جمع آمد تعلیمی و تمرینی میگذرانیدند. پنچر باشد در موسم گذشته در لیگ عالی موقع 11 را اشغال کرد و آنها برای باز هم در لیگ عالی باقی ماندند. با دسته پروازی ناحیه‌ای باباجان غفورов بازی گزارشی انجام دادند و آنجا در 2 بازی سفری و خانگی توانستند که موفقیت به دست آورند و این موسم نیز در لیگ عالی باقی مانند. آهسته اکنون وقتی معین شده برای آغاز بازی نیز شروع می شود و بازیگران نیز آمادگی می بینند بهر به میدان برآمدن و الکی دوستان عزیز در دور دوم لیگ عالی یک چند واخوری برگزار گردیدند دیروز و اونجا اسخط توانست که 10 نفره بر روشن ظفر یابد. استقلال شهر دوشنبه با حساب 2-1 ریگر تدازی ترسونزاده را شکست داد. هولبوک پیروزی دوم خود را به دست آورد و با حساب 1-0 بر استر روشن ظفر یافت. خوجند باشد با حساب 1-2 از وخش شکست خورد. امروز اکنون 2 بازی باقی مانده دیگری دور دوم برگزار می‌گردد که پنچر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی می‌کنند و بعداً بازی دیگر میان دسته حاصلات ناحیه فرخار و برخچی شهر حصار به نقشه گرفته شده است که این بازی نیز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌گردند. آهسته بازیگران اکنون عازم ورزشگاه می‌شوند. دسته پنچر با پیراهن‌های خاصی خود یعنی با لباس‌های سبز بازی میکند. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش که البته قبلا ما این دسته را با لباس سرخ میشناختیم، امسال باشد اونها رنگ خود را عوض کردند و بیشتر مورد اکنون در موسم امسال ما دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش را با همین پیراهن‌های زرد میشناسیم، چون که سرپرستی دسته این موسم نو گردید و آنها نیز پورا پیراهن و آن
چیزایی که بود آنها را به رنگ زرد تبدیل دادند. ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برای قبول بازی کاملا آماده است و حالا اکنون گفتیم که 3 یا 4 دوره اولی نیمه اولی موسم پورا بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌گردند و در همه بازی‌ها سیستم ور فعال است و همه بازی‌ها طریق شبکه‌های ورزش و فوتبال مستقیم نمایش داده شده است که البته هم برای مخلصان هم برای تماشابینان بسیار خوب است، چون که میتوانند بیان به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه همه روزه همه بازی‌ها را تماشا کنند و همچنین میتوانند که همه بازی‌ها را به طور مستقیم نیز از طریق شبکه‌های تلویزیونی پیگیری نمایند. الکی وقتی معین شده اینجا فرا میرسد، اما تو هنوز بازیگران دسته‌های پنجشیر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش وارد میدان نشدند و اکنون آهسته آهسته آنها نیز به ورزشگاه وارد میشوند و بعدا ما صدای سرود ملی را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میشنویم و بعدا بازی میانی دسته‌های پنجشیر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش نیز آغاز می‌یابد. و میدان میبیان بازیگران دسته‌های پنجشیر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش. بیاید تماشابینان عزیز، ما و شما نیز بازیگران هر دو دسته رو در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه استقبال میگیریم و هر یک شما رو به تماشای بازی میانی دسته ها دعوت میکنیم، چون که بازی ها میانی دسته ها امروز که پنجشیر در اول ناکام گردید و کلوب مرکزی ورزشی ارتش که یکی از مدعیان در باخت امروز محسوب میشود بسیار جالب خواهد گذشت. حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان را میشنویم و بعدا باز گزارش مستقیم خیش را از بازی میانی دسته پنجشیر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش ادامه میدیم. تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم خیش رو از بازی میانی دسته‌های پنجشیر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش در دوره بازی دوره دوم لیگ اولی ادامه میدیم. اکنون پس از دستفشاری بازیگران هر دو دسته بهر آغاز بازی آمادگی میبینند. دسته پنجشیر در موسم امسال مربی خود را عوض کرد که موسم گذشته آنها زیر راهنمایی بایر ایگنبردیف بازی را برگزار میکردند و در موسم امسال اکنون دسته را راهنمایی خواهد کرد بختیار حکیموف، مربی که البته سالیان زیاد در هیئت مربیان و در هیئت دسته پنجشیر بود و البته با دسته هم در داخل و هم با بازیگرانی که در دسته قبلا و امروز بازی میکنند بسیار هم آشنایی خوب دارند. اما در اولین بازی خود شکست خورد دسته پنجشیر زیر راهنمایی بختیار حکیموف و اکنون میبینیم که در دور دوم دسته چه نتیجه را به قید خواهد گرفت. موسم گذشته تماشابینان عزیز، دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و پنجشیر دو بازی که در لیگ اولی داشتند، آنجا در بازی اول روز 7 اپریل
در دوری اول که دستا با هم دیگر بازی کرده بودند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش با حساب 3-1 توانسته بود که پیروزی به دست آورد و بازی که در نیمه دوم موسم بود میانی دستا روز 3 ایون اونجا بدون گل دستا بازی کردند و بخوری دستا اونجا در ورزشگاه تالکو آرینای شهری ترسونزاده برگزار کردند. طلایتی دستاوی پنچر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش روی اکران‌های ما شما پیدا میشود که من در ادامه البته مفصل‌تر اویدی هیئتی دستا با شما حرف خواهم زد و حالا ما با بازی بین خودی دستا نیز نظر افکندیم که موسم گذشته چی نتیجه ها با قید گرفته شده بود و امروز داور اساسی بازی از خورشید ددبویف است از شهر خوجند که بازی را حکمی خواهد کرد و بازیگران دستاوی کلوب مرکزی ورزشی ارتش و پنچر نیز اکنون بهر آغاز بازی آمادگی میگیرند و از مرکز میبینیم که کدام دسته بازی را آغاز خواهد کرد و بعدا من باز اویدی دیگر بازی دوری یکم به شما حرف خواهم زد که اونجا چگونه نتیجه ها اولین کارت سرخ را که گرفت، اولین گل را گفتیم بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش زد و اولین خود گل را که به ثمر رسانید. این گونه امورهایی که در دوری اول بودند من با شما خواهم گفت. بازیگران دسته نوحه جلال‌الدین بلخی آمدند که از مرکز میدان بازی را شروع کنند. با صدای که داور اساسی بازی را نیز میشنویم و بازی نیز از مرکز میدان از جانب بازیگران دسته پنچر آغاز می‌گردد. حالا بیایید تماشاچیان عزیز با هیئت دسته متوجه بشیم. از هیئت دسته پنچر آغاز می‌کنیم که آنها امروز به حیث میزبان هستند. در خط دروازه رقم 24 پیتر سرکودی، در خط دفاع بازی میکنند رقم 88 دولتبک سیدامینوف، رقم 17 روشن عزیزوف، رقم 21 گیانا کریستیان، رقم 13 قربانبای شیرالیف. دیگر بازیگرانی که در خط نیم حافظه هستند رقم 20 نگانگو دوریان، رقم 7 کبیر سلیم شویف، رقم 9 عبدالفتاح خدایدویزاده، رقم 63 در خط حمله عمر شریفوف، رقم 27 روزی محمد عبدالرحمانوف و رقم 22 باشد پرویز باقی آخونوف. سرمربی دسته پنچر بختیار حکیموف. هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش چنین است. در خط دروازه رقم 16 حسین الدین محمد علی، در خط دفاع بازی میکنند رقم 4 کامرانی میرزاخان، رقم 66 محمد اقبال دولتوف، رقم 10 جرارد بکیند بیلانگ، رقم 20 کامران ابراهیموف. در خط نیم حافظه هستند رقم 7 جونیبک شریفوف، رقم 6 شیراز شریفوف، رقم 8 انانی جولیوس، رقم 21 ویسیدین سفاروف. در خط حمله رقم 9 شهباز حبیبوف و رقم 19 لوکاس کوین. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش شمس‌الدین قاسموف است. داوران واخوری امروز داور اساسی خورشید ددبویف است شهر خوجند. در کنارها با او کمک میکنند حسن کریموف از نورک و فرهاد کورالوف از دوشنبه. داوری چهارم گلمراد سعدالله، داوری درجه بین المللی از کشوری ما از شهر دوشنبه است. داورانی که در حجره ور هستند امیرجان خورکاشف باعث داوری اساسی اونجا است. فرصت برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش سربم زده بشود با حساب 1-0. ارتشی‌ها در دقیقه سوم بازی علاقه حساب رو میکشند و مؤلفی گل میگردد. اینجا جونیبک شریفوف یکی از بازیگران فعال دست هم در موسم گذشته و در موسم امسال نیز ببینید که علاقه میتواند که اولین گل خود را در موسم نوی لیگ اولی به قید گیرد. حساب 1-0. ارتشی‌ها در حساب پیش میبرند. مؤلفی گل میگردد جونیبک شریفوف در دقیقه سوم بازی. و باید متوجه میشیم که چگونه اینجا هجوم دسته ارتشی‌ها رو اندازی گردید توسط کناری چپ. بعداً ببینید که چگونه پاس اولی انجام داده شد به سمت جونیبک شریفوف و او توانست که از میون دفاعگران دسته پنچر گذرد با سرعت بلند خود و توپ را تسلیم دروازه پیتر سرکودی کند. 1-0. کلوب مرکزی ورزشی ارتش در حساب پیش میبرد. در مورد اون داورانی که در حجره ور بودن گفته استفاده بودیم که اونجا امیرجان خورکاشف و فوقریف
و شریفبек نوریدینов کار میکنن. شورای شما باشد من فریدون سفرزاده هستم. در دور اول لیگ اولی تماشاگران عزیز در عموم 13 گل به قید گرفته شد. نیمه‌فیزدگری گانگی دسته ارتشی و جولیوس کواسی اولین گل را در موسم امسال لیگ اولی آنجا به ثمر رسانید. او به دروازه حاصلات گل زد. سال گذشته در بازی استقلال و استرافشان که با حساب 3-1 به فایده استقلال انجام یافته بود، علیشیر جلیلوف اولین گل موسم را در دقیقه 12 به ثمر رسانیده بود. میان بازیگران تاجیک اولین گل موسم را شهباز حبیبوف از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش زد. اولین پاس گل‌آور را نیز در موسم نو لیگ اولی بازیگر کلوب مرکزی ورزشی ارتش وحیدالدین سفروف انجام داد. اولین ضربه پنالتی را در موسم امسال به گل تبدیل داد. بازیگر اسخط عبدالحمیدوف به دروازه بخش گل زد و همچنین رخزیبویف از هیئت بانکداران پنالتی را در همین بازی به گل تبدیل دادن نتوانست که اولین ضربه پنالتی بود که در موسم امسال تعیین گردیده بود. همچنین هولبوک اولین غلبه را در تاریخ خود در لیگ اولی به قید گرفت. دسته نهایی و 3 تیم پنشهر را با حساب 2-0 در دور اول شکست داده بود. هر دو گل را آنجا خیرالدین تورخانوف به ثمر رسانید و اولین دوبل در موسم نو لیگ اولی مربوط نام خویش کرد. اولین خودگل را بازیگر برخچی برکت الله نعمت الله زاده مربوط نام خویش کرد. در بازی با ریگارتاداس یگانه گل را نعمت الله زاده در دقیقه آخری بازی به طور غیر چشم داشت به دروازه تیم خود زد. اولین کارت زرد و کارت سرخ را در موسم امسال لیگ اولی حمله‌گر نیگریایی تیم خوجان کمولاف شانپول در بازی با استقلال گرفت. میان دروازه‌بان‌ها اولین کارت سرخ را یوگنی گریتسنکو از تیم روشن در بازی با روشن گرفت. همچنین در بازی برخچی و ریگارتاداس 3 کارت سرخ یک بار به قید گرفته شد. مهربان غفارزاده و شهرزاد رجبوف از هیئت برخچی و دلیر امام نظرов از هیئت ریگارتاداس اونجا کارت سرخ گرفتند. و گفتم که همه بازی دوره اول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار گردیدند. سیستم ور در همه بازی فعال بود و همه بازی نیز ترقی شبکه‌های ورزش و فوتبال مستقیما منظور بینندگان گردانیده شد. و در دوره اول کلوب مرکزی ورزشی ارتش با حساب 2-1 حاصلات را شکست داد. استقلال با حساب 1-0 بر خوجان ظفر یافت. روشن با روشن مساوی 1-1 بازی کرد. بخش با حساب 3-1 اسخط را شکست داد. پنچر با حساب 0-2 از هولبوک شکست خورد. بخشی باشد با حساب 0-1 از ریگارتاداس مغلوب گردیده بود. در دور دوم الکای تماشاگران عزیز اسخط و روشن گفتم که با هم دیگر بازی کردن. اونجا بخوری دسته با حساب 1-0 به نفع اسخط انجام یافت و همچنین بازی ریگارتاداس و استقلال باشد با حساب 2-1 به فایده دوشنبگی ها انجام یافت. بازی هولبوک استرافشان به فایده هولبوک با حساب 1-0 انجام یافت. بازی خوجان بخش با حساب 2-1 به فایده بخش انجام یافت. و اول باشد بازی میان دسته پنشهر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش را مستقیما یکجا تماشا کرده استادیم و پس از این بازی باشد حاصلات بخشی بازی آخری دور دوم را برپا خواهند نمود. فشار بیشتر شده است از جانب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. تا سکندری شب هجوم دسته را اندازی کرده می شود. امکانیت است برای دوشنبگی ها. فایده بازی اینجا ویران کرده شد. دوباره اساسی با خوری اینجا صدای شکش رو بلند میکند. خورشید دادابویف وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در نزد توپ هستند وحیدالدین سفروف و همچنین انان جولیوس کواسی. توار اجازه میدهد ضربه زده بشود اما اندکی بلندتر از خط دروازه هم اکنون
پیتر سرکودی توپ رو به بازی خواهد در آورد. در دور اول لیگ اولی یک گوره ما شاهد 3 کارت سرخ کردیدیم. 3 کارت زرد در بازی بخشی و ریگرتاده است، 1 کارت سرخ دیگر در بازی روشنیست روشن بود و در دور دوم نیز الکی 3 کارت سرخ نشان داده شد. در بازی خوجان بخش کارت سرخ بود، در بازی استقلال ریگرتاده است کارت سرخ بود، در بازی اسخطه و روشن نیز کارت سرخ بود. قاعده بازی مقابل شیراز شریفوف اینجا ویران کرده شد. در مبارزه با عبدالفتاح خدادادزاده اندکی از پیش آسیب میگیرد. شریفوف حالت اینو بازی به خیر گرفته شد. فشار آورده استانند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. در موسم امساله از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از میان لیگانران دروازه‌بان کوبلا پرینس از کشور گانا است، همچنین بیلونگ جرارد از کامرون، الکس جمفا از گانا، فرانسوا انیگوی از کامرون، جولیوس کواسی از کشور گانا و همچنین فرانسوا انیگوی از کامرون است. گفتیم لوکاس کوین از کامرون است و اینا بازیگرانی هستند که آن لیگانری که در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش این موسم بازی خواهند کرد. موسم گذشته در خط دروازه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش دروازه‌بان از کشور ازبکستان بود که بسیار یک دروازه‌بان خوب بود، اما این موسم این دروازه‌بان را در هیئت دسته ارتشی نمی‌بینیم چون که از دست رفته است. شاروخجان اشبوتایف بود این دروازه‌بان که به دسته شورتان ازبکستان گذشت. یک موسم در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی کرد و بسیار یک دروازه‌بانی خوب نیز بود. همچنین در هیئت ذخیروی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شلو عبدالخلیل بارونوف است، بازیگری که در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بسیار هم یک اموری خوب داشت و در 4 بازی به زدن 8 گل دست یافته بود. آنم کوشش و تلاشی که بازیگران پنچر کرده است تا نیمه میدان خود است دیگر موفق نمیشن. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باید متوجه میشیم. توپ است شریفوف، فرصت هست و گل. حساب اکنون 2-0 به فایده ارتشی‌ها می شود و ببینید که چگونه است پس انجام داده
جونیبک شریپوف استفاده میکند. حبیبوف و گل دویمش رو در موسم امسال لیگ اولی به ثمر میرساند. 2-0 در دقیقه 14 اکنون شهباز حبیبوف گل دویمی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رو به دروازه پیتر سارکودی میزند. باید متوجه میشیم که چگونه بود توسط کنار چپ هجومی دسته رو اندازی گردید. بسیار همینجا خوب بازی کرد جونیبک شریپوف. پرتاب او را ببینید که چگونه خوب بود به سمت شهباز حبیبوف. شهباز حبیبوف نیز در موقع خولی از یعنی از دفاعگران دسته پنچر اندکی در موقع خولی تر بود. دفاعگران با اهمیت نمیدادند و توانست که از همین فرصت استفاده برده توپ را تسلیمی در حوزه پنچر کند. 2-0 بختیار حکیموف اکنون تا همین لحظه از بازی شاگردانش نه چندان قناعتمند است، چون که بسیار هم بازی ضعیف نشان داده ایستادند و لکه 2 توپ از داخل دروازه گرفتند. 2 توپ در بازی اول در بازی با هولبوک از داخل دروازه گرفت پنچر. 2 توپ دیگر را باشد هولو اکنون تا همین لحظه در بازی مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش از داخل دروازه میگیرد. پنچر در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در موسم امسال به گرفتن نشانه برنجی دست یافت و آنها در بازی برای جای سوم توانسته بودند که سامانی دنغره را شکست بدهند. وقتی به داخل جریمه‌گاه توپ را داشته میگیرد حسین الدین محمد علی. کواسی جو موفق نمیشود. هجوم دسته پنچر بسیار خوب پرتاب به داخل جریمه‌گاه و توپ راست به دست دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش حسین الدین محمد علی میرود. توسط کنار شب کوشش بازیگران دسته پنچر کوششی که کرده است از عبدالفتاح خدای دادزاده بدون نتیجه است، چون که او نمیتواند که البته به تنهایی از دفاعگران پرتجربه دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش گذرد. فشار آورده استودند بازیگران پنچر بسیار هم خوب. توسط کناری راست هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو اندازی کرده می شود. فرصت هم پیدا می شود برای ارتشی ها. امکانی زدن ضربه هست و اکنون اینجا ضربه که بود از جانب انانی جولیوس کواسی، اینجا سرگذاری از جانب دفاعگران پنچر بود. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در موسم امسال شاید یگانه دسته باشد که اکثر آن بازیگرانی که در موسم گذشته در هیئت خود داشت آنها را در هیئت نگاه داشت. از سرمربی سر کرده تو آن بازیگران دیگری که در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. و گفتم که دسته هم به فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 برآمد و آنجا با حساب 2-1 از استقلال شکست خورد و در این میان دسته باز 2 هفته در ازبکستان در شهر توشکان جمع آمد تعلیمی تمرینی گذراند برای باز هم خوبتر و بهتر آماده شدن با موسم نوی لیگ اولی. دستهایی که این موسم خارج از کشور برای موسم نو آماده شدن وخش در ترکیه جمع آمد تعلیمی تمرینی گذراند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش ریگر تداز خوجان در ازبکستان برای موسم نو آمادگی دیدن. دسته‌های دیگر باشد در داخل کشور آمادگی خود را راه اندازی کردند. و باعث که استقلال در امارات متحده عرب برای موسم نو آمادگی میدید، اما بعداً بازیگران استقلال پورا
در همان مسابقه که در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بودند، اونجا از اکثر بازیگرانی که دست نو باید جلب کرد استفاده کرد و یک مرحله خوبی آمادگی نیز در همین مسابقه برگزار کرده عنوان قهرمانی را نیز به دست آورد. خدای دادزاده توسط کناری راست هجومی دسته پنجشیر موفق نمیشود. دوستم عبدالفتاح فشار ادامه دارد از جانب دسته پنجشیر. کوشش کرده استند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از همین فشارهای پای همین دسته رقیب رها یابند. توپ هنوز هم در اختیار بازیگران پنجشیر است. و در همین فرصت اکنون درستتر عبدالفتاح هم دسته خود را درک نکرد. توپ را داشته گرفت حسین الدین محمد علی. ضربه حسین الدین محمد علی به خط حمله فرصت بود برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش، اما توپ را داشته گرفت پیتر سرکودیه. کوشش نوبتی بازیگران دسته پنجشیر. موسم گذشته دسته پنجشیر در اولین بازی خود در موسم لیگ اولی توانسته بود که الکی گل زند. اولین گل را آنها در بازی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش به ثمر رسانیده بودند. اگر امروز نیز در بازی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش گل زنند، پس باز مقابل این دسته اولین گلشون را در موسم امسال نیز به ثمر خواهند رسانید. و پسای کوتاه اکنون به هجوم می‌گذارند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش، اما توپ را باید در اجرای بازیگران دسته پنجشیر بود. خدای دادزاده عبدالفتاح اینجا نمی‌گذارد از بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. زود از اوت به بازی درآورده می‌شود از جانب بازیگر دسته پنجشیر. گیانا کریستیان بود. توپ در اختیار بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. فرصت هم از زود به هجوم گذارد دسته ارتشی ها. بسیار هم خوب توسط مرکز، پس به کنار چپ میدان و سمت حبیبوف ضربه هم زده میشود و اندکی بلندتر. ضربه زده شهباز حبیبوف اندکی بلندتر از تیر دروازه میدان رو ترک میکند. توسط کناری راست به هجوم میگذارند بازیگران دسته پنجشیر. عبدالفتاح اینجا دوباره کناری اشاره میکند که توپ از میدان بیرون شده بوده است. برو بیرون از خط در میدان نگاه داشت عبدالفتاح خدای دادزاده. در ایت روشن نیز بازی میکرد عبدالفتاح خدای دادزاده، اما این موسم شرفی دسته پنجشیر را حمایت خواهد کرد. از مرکز میدان از ضربه جریمه توپ بازی درآورده می شود از جانب بازیگران دسته پنجشیر. پرتاب به داخل جریمه گاه برطرف می کند اینجا
بکیند بیلونگ جرارد، یکی از دفاعگرانی که در موسم گذشته در هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش بسیار هم فعالانه بازی میکرد، ما همین دفاعگر بود. بکیند بیلونگ جرارد. فرصت برای بازیگران دسته پنچر، اینجا موفق به ضربه زنی نمی شود. گیان کریستیان حسین‌الدین محمد علی اکنون آماده است که از خط دروازه توپ را به بازی درآورد. سرم یک امکانی خوبی دیگر بود برای دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. تو با آخر فشار بردند و نزدیک بود که دروازه‌بان دسته پنچر پیتر سرکودی اینجا اشتباه کند. فشار ادامه دارد از جانب دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در بازی آخرین خود در توشکند در جمع مادی تعلیمی تمرینی تیم آنتوستیکای قزاقستان را با حساب بزرگ 5-0 شکست داد. و در این میان دسته از تیم قوقند ازبکستان با حساب 1-0 شکست خورد. بر تیم شورتون با حساب 3-1 مظفریت به دست آورد. اینها بودن نتیجه سه بازی که دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در توشکند در جمع آمدی تعلیمی تمرینی انجام داده. یکی از بازیگران دسته پنچر رول خود را چندان خوب احساس میکنه در کنار چپی میدان. پرویز بوقیاخونوف است این بازیگر. خوب است، حالا از جای برمیخیزد. ضربه جریمه‌ای به فایده دسته پنچر در نزدیک توپ است. عمر شریفوف اینجا آوت بوده است، از اوت به بازی درآورده می شود. شنابتی بازیگران دسته پنچر بدون نتیجه است. برطرف میکنند دفاعگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. عقب نشینی بازیگران پنچر پیتر سرکودیه، گانا بسیار هم خوب تو برسوی میشوند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. کواسی سورمان در یک دیگر خوب پاسوی کوتاه بازی کرده است. بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. شریفوف اکنون اینجا اولین ضربه کنجی با فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش کار کرده می شود.
حسین‌الدین محمدعلی اکنون با توپ است. دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش ضربه او به مرکزی میدان. کوشش بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش باز هم ادامه می‌کند. باز هم آنها می‌خواهند که در قسم اول بیشتر از 2 توپ به دروازه پنجشیر زنند و اون همه کوششی که دسته پنجشیر دارد تا هنوز نتیجه نداده است. عبدالفتاح خدا داد فرصت است برای بازیگران دسته پنجشیر و آن هجومی که دسته پنجشیر رو اندازی کرده است از توسط کنار راست میدان که آنجا بازی کرده است از عبدالفتاح خدای دادزاده. می‌بینیم که همه بدون نتیجه است و همین فرصت بسیار یک امکانی خوب بود اما موفق نگردیدند. اولین ضربه کنجی به فایده دسته پنجشیر. باید متوجه بشیم که از همین وضعیت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته نوحه جلال‌الدین بلخی. توجه به خدای دادزاده است که بسیار فاول است در میدان. پرتاب به داخل جریمه‌گاه ضربه زده می شود از جانب بازیگران پنجشیر. اولین ضربه مستقیم آنها جانب دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش در نیم ساعتی بازی و اون هم بلندتر اجرا کرده می شود. شمس‌الدین قاسموف و فیض دولتوف می‌بینیم که چگونه اینجا بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو مشورت داده ایستادند تا آنها باز هم خوبتر و بهتر در میدان بازی کنند. موسم گذشته در لیگ اولی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در خطر چهارگانه بهترین ها بود با کسب 39 امتیاز در 22 بازی برگزار کرده. 36 توپ به دروازه رقیبان زده، 21 توپ از داخل دروازه گرفت و همچنین 11 غلبه، 6 مساوی و 5 باخت در حساب داشت. پنجشیر باشد 16 امتیاز داشت در زینه 11 در 22 بازی برگزار کرده. 4 غلبه، 4 مساوی، 14 باخت بود. 16 بر 41 باشد تناسب توپای دسته پنجشیر بود. لاسایت هر دو دسته اینجا یک برخوردگی بود. بازیگران خود را خوب احساس نمی کنند. آن بازیگرانی که از سایت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در حیط ذخیروی هستند می‌بینیم که چگونه اما یک جا بازی رو تماشا کرده استرند و اونجا دروازه‌بان محمد سفر خیرالله زاده است. مخلصان نیز در ورزشگاه هستند، همچنین فرانسوا اننگوی، گیانفی الکس، عبدالخلیل بارانوف، سامان جان سلیمان زاده، محیدین عادلوف، سید علی ابراهیموف و سیادی کوبوسشو، اسرائیل خالوف و بختیار عظیموف بازیگرانی که در حیط ذخیروی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش هستند و آن بازیگرانی که در حیط ذخیروی دسته پنجشیر هستند اینها دروازه‌بان صلاح الدین و حاجی مراد و دیگر بازیگران عزت الله فیض‌الله، خورشید عبدالله، مختار ارتیقوف، رمضان چیلف بازیگری که بسیار فعال بود در مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 که محض با کوشش و تلاش او و همدستایش دسته پنجشیر تاون است که با گرفتن نشانهای برنجی در این مسابقه دست یابد. همچنین رمضان اشمتوف، انا باتونا، ایوب خان علیموف، رستم کوشکاروف و اکرم جان ناصیروف بازیگرانی که در حیط ذخیروی پنجشیر میباشند. هجوم دسته پنجشیر توسط کنار راست میدان، اکثر مورد توسط کنار راست هجوم دسته راه اندازی شده است. فرصت هست، فاول میشوند بازیگران دسته پنجشیر. کبیر سلیم شویف پسی به کنار چپ، پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصت پیدا می شود برای بازیگران پنجشیر اما درست‌تر اینجا با سر توپ رو ضربه زدن نمیتواند بازیگر این دسته
و حسین الدین محمد علی باشد توپ رو داشته میگیرد. هجومی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، فرصت پیدا میشود برای ارتشی و ضربه زده میشود و گل. حساب 3-0 اکنون. مؤلفی گل میگردد. حمله‌گر این دسته لوکاس کوین در دقیقه 34 بازی. حساب اکنون 3-0 به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش کرده میشود. کوین لوکاس دی بازیگر کامرونی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش حساب را 3-0 کرد. ببینید که چگونه اینجا پاس به او عالی انجام داده شد. از دو دفاعگری پنچر گذشت و بدون مشکلی توپ را تسلیمی دروازه پیتر سارکودی کرد. گلش را با یک اصولی خاصی خود نیز تجلیل میکند بازیگر مذکور. ده دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب 0-3 به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش. حالا اینجا خورشید دادابویف شاید به همین گل لوکاس کوین توجه کرده ایستاده باشد که اونجا از حجره ور و او همین گل را شرط داده ایستاده باشند که آیا حالتی نوبازی بود یا نه. بله، گل حساب گرفته می شود و حساب 3-0 به فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش می شود. یگانه دسته که در دور اول 3 توپ به دروازه رقیبان زد این دسته بخش بود، یعنی آنها به دروازه از خط 3 توپ زدن. و اکنون حالا دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در موسم امسال دومین دسته می شود که 3 گل به دروازه تیم رقیب می زند. دسته پنچر و برخی باشد تا هنوز به دروازه رقیبان گل زدن نمیتوانند. تغییرات در حیاط دسته پنچر انجام داده می شود. از میدان گرفته شد دفاعگر کریستیان گیانا و به جای باشد وارد میدان شد خورشید عبداللهف تحت رقم 77. اولین تغییرات در بخوریم روزه در حیاط دسته پنچر انجام داده می شود. فشار آورده است بازیگران دسته پنچر. اکثر موارد توسط کنار راست هجوم دسته راه اندازی شده است از همان سمتی که بازی کرده استودن پرویز باقی و خونوف، یکی از بازیگران خوبی این دسته اکنون در این موسم خواهد بود و همچنین عبدالفتاح خدای دودزاده. محمد کوشه پیش کوشه گو کوشه کوشش نوبتی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توسط کنار راست بود. اینجا اکنون این حالت رو برطرف میکنند دفاعگران دسته پنچر. اسایت دسته پنچر در موسم امسال
پیتر سرگودی دروازه‌بانی دست از زمره بازیگران لیگانر است و در این میان باز ایوب خان علیموف، رستم کوشکاروف از ازبکستان، نگانگه دوریان با گیانا کریستیان از گانا و همچنین مهدی بابریاگن از کشور ایران است. یک فرصتی دیگر بود برای دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش، اما موفق نگردیدند. هجومی دسته پنچر عبدالفتاح اینجا درست اکنون توپ را به هم دستش پس داده نتوانست، اندک پسی و سرعتی بلندتر داشت و به همین خاطر به توپ رسیده نمیتواند پرویز باقی آخونوف. بیلانگ پسیو با همدسته خود دیگر برای با تو با سولو جرارد بیلانگه توسیق نوری روز هجومی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. از اوتوبا بازی در ورده شد از جانب ضبط‌پوش‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش. این نبات اوت با فایده پنچر است. درست‌تر توپ با عبدالفتاح خدای دادزاده آمده نرسید. کوشش کرده است از بازیگری جوانی دسته پنچر. در مرکز میدان قاعده بازی بیرون کرده شد. همچنین اینجا حمله‌گری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش شهباز حبیبوف نیز خود را نه چندان خوب احساس میکند. بیاید متوجه بشیم که چگونه اینجا قاعده بیرون کنی بود. کنجی اورنج با چهره بازیگری دسته پنچر ضربه زد و اکنون اولین کارت زرد نیز نشان داده می شود که اون هم با بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و شهباز حبیبوف است. بازیگری که گل دوم را در واخر امروز به ثمر رسانید پس از آنکه که مقابل دولتبک سیدامینوف قاعده ویران کنه که در مرکز داشت به او دوبار کارت زرد شد. 3 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب 3-0 به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. توسط کنار راست هجومی نوبتی دسته ارتشی ادامه میکند. خدای دادزاده ببینید که در چنین مسافه نزدیک بازیگران پنچر درست‌تر به هم دیگر پس دادن نمیتوانند. بسیارم در قسم اول دسته پنچر یک بازی ضعیف رو نشان داده است. اگر در قسم دوم نیز همین گونه بازی که حالا پنچر در میدان داره نشان میدهد، پس بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش باز هم میتوانند که گل‌های بیشتر را به دروازه این تیم زنند. فت اوت پیش
یکی از بازیگران دسته پنچر اونجا روی زمین خوب است. خورشید دبویف نیز اینجا صدایش رو بلند میکند و به نزد همین بازیگر روشن عزیزوف میآید. و اینجا میبینیم که در مبارزه بهری به دست آوردن توپ با لوکاس کوین اندکی اوسیب گرفته است روشن عزیزوف. یوری تیبیولو به بازیگری مذکور رسانیده می شود. یک دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. یوری تیبی به کاپیتان دسته پنچر رسانیده شده است به روشن عزیزوف و متوجه میشیم که در ادامه چند دقیقه به قسم اولی بازی زم خواهد شد. و اینجا رهبریت هر دو دسته نیز بازی را تماشا کرده استودن، هم از جانب پنچر هم از جانب کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اونجا قاعده بیان کنی نیست و بازیگران دسته پنچر بازی را ادامه میدن. بسیار هم خوب اینجا تو برو سوی میگردد عبدالفتاح و اینجا آوت به فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود، اما خدای دادزاده تو برو به بازی در آورد. 3 دقیقه به قسم اولی بازی زم گردید. حساب 3-0 به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. گل ها را به ثمر رسانیدن. در دقیقه 3 جونیبک شریفوف، در دقیقه 14 شهباز حبیبوف و در دقیقه 34 لوکاس کوین. از اوت به بازی در آورده می شود از جانب بازیگران پنچر. فشار می‌آورند بازیگران دسته ناحیه جلال‌الدین بلخی، اما این فشار بدون نتیجه است. تو هنوزم در اختیار آنها است. پورا بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش اکنون به نیمه میدانی خود گذاشتند. قربان بای خدای دادزاده کوشش کرد، موفق نشد در مبارزه با جونیبک شریفوف. آخرین دقیقه اعلام نموده داور به قسم اول جریان دارد. کوشش‌های بازیگران پنچر بسیار هم خوب توسط کنار چپ هجوم دست رو اندازی کرده می شود و تو برسوی می شوند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. کواسی بازیگری بازی سوز بسیار هم خوب بازی کرده است. راست اشتباه از جانب بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. خدای دادزاده فرصت هست ضربه زده می شود و اینجا صدگذاری بود از جانب دفاعگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. زود به هجوم میگذارند ارتشی‌ها توسط کنار چپ میدان. فرصت هست برای ضرب‌پوش‌ها. قاعده ویران کنی نیست. تو برو میگیرند بازیگران پنچر.
آخرین فرصت برای دسته پنجشیر خواهد بود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و توپ رو داشته میگیرد اکنون حسین دینی محمد علی. خورشید دادابویف صدای شکش را از انجام قسم اولی بازی می‌بیند. دسته پنجشیر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش بلند می‌کند. با حساب 3-0 ارتشی با تنفس می‌روند. ما شما نیز تنفس می‌کنیم و پس از چند لحظه باز به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به قسم دومی بازی برخواهیم گشت. ما را همراهی کنید.
دوشنبه برمیگردیم. قسم اولی بازی با حساب 0-0 به فایده ارتشیو انجام یافته بود که اونجا گل‌ها را از سایت دسته شهر دوشنبه در دقیقه 3 جونیبک شریفوف، در دقیقه 14 شعباز حبیبوف و در دقیقه 34 لوکاس کوین به ثمر رسانیده بودند و از لحاظ عمرها، از لحاظ بازی پورا برتری در قسم اول به جانب دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود و اونجا از سایت دسته پنجشیر تنها در میدان فعالانه بازی میکرد. پرویز باقی آخونوف و همچنین عبدالفتاح خدایدادزاده که در کنار راست آنها یک چند کوشش و تلاش کردند و در کنار چپ باشد یک چند فرصت دیگر برای کبیر سلیم شویف بود. فرصت پیدا میشد باز هم برای ارتشی‌ها و برطرف میکنند دفاعگران دسته پنجشیر. باید هیئت دسته رو به شما آشنا سازم. در آغاز قسم دوم بازی در هیئت دسته پنجشیر یک تغییرات در قسم اول بود که اونجا به جای گیانا کریستیان در خط دفاع وارد میدان شد خورشید عبداللهیف. دیگر تغییرات در هیئت دسته پنجشیر دیده نمیشود. در خط دروازه بازی میکند رقم 24 پیتر سرکودی، در خط دفاع هستند رقم 88 دولت بک سیدامینوف، رقم 17 روشن عزیزوف، رقم 21 گفتیم به جای گیانا کریستیان وارد میدان شد رقم 77 خورشید عبداللهیف، رقم 13 باشد قربانبای شیرالیف. در خط نیم حافظه هستند رقم 20 دوریان گانگون نیتنگو، رقم 7 کبیر سلیم شویف، 9 عبدالفتاح خدایدادزاده، 63 عمر شریفوف، 27 روزی محمد عبدالرحمنوف و 22 باشد پرویز باقی آخونوف. سرمربی دسته بختیار حکیموف. هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش چنین است. در خط دروازه رقم 16 حسین الدین محمد علی، دیگر بازیگران رقم 4 کامران میرزاخان. فرصت پیدا میشد برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش، اینجا موفق نمیشوند. رقم 66 محمد اقبال دولتوف، رقم 10 بکیند بیلونگ جرارد، رقم 20 کامران ابراهیموف، رقم 7 جونیبک شریفوف، رقم 6 بازی میکند شیراز شریفوف، رقم 8 انان جولیوس، رقم 21 ویسیدین سفاروف، 9 شهباز حبیبوف، 19 لوکاس کوین. سرمربی دسته باشد شمس‌الدین قاسیموف است. در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در قسم دوم یک تغییرات انجام داده شد. تماشاگران عزیز، در خط حمله شهباز حبیبوف از میدان گرفته شد و به جای باشد سیاد کووسچو وارد میدان کرد. در قسم اول شهباز حبیبوف توانست که گل دوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش را به ثمر رساند و همچنین گل دوم بازیگر مذکور در موسم امسال لیگ اولی نیز بود، چون که در بازی اول با دروازه دسته حاصلات نوع فرخور ماس گل دوم را شهباز حبیبوف به ثمر رسانیده بود و همچنین میان بازیگران تاجیک در موسم امسال لیگ اولی اولین گل را ماس همین بازیگر مربوط نام خش کرد، چون که اولین گل را در موسم امسال لیگ اولی بازیگر خارجی از هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش انانی جولیوس کواسی به ثمر رسانیده بود. کوشش نوبتی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بسیار هم خوب فرصت پیدا میشود برای ارتش و امکانی زدن ضربه است. بیاد متوجه میشن با همین حالات و برطرف میکند دفاعگری دسته پنجشیر. بسیار هم یک فرصت خوب بود برای دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش، اما اینجا ویسیدین سفاروف موفق نشد که ضربه را جانب دروازه پیتر سرکودی روان کند. هم ویسیدین سفاروف و هم محمد اقبال دولتوف اینجا امکان داشتند. اوت با فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش.
توپ را به بازی می‌دارند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. توسط کنار چپ هجومی دست را اندازی کرده می‌شود. بسیار یک پایگی خوب از جانب بازیگر پنچر. توپ را نیز در نزدیک پای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش گرفتند و اینجا قاعده بازی نیز مقابل همین بازیگر ویران کرده شد. این بازیگر رستم کوشکاروف است که در آغاز قسم دوم وارد میدان شده بوده است. و ببینید که چگونه اینجا با یک پایغش توپ را در نزد پای شیروز شریپوف گرفت و بعدا سیادی کووسیو قاعده بازی را مقابل او ویران کرد. کارت زرد دوم در آخر امروزه از جانب داور اساسی بازی خورشید دادابویف بیرون کرده می شود و سیادی کووسیو نشان داده می شود. هر دو کارت زرد را در آخر امروزه بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش گرفتند. حسین‌الدین محمد علی از خط دروازه توپ را به بازی می‌دارد. کوشش نوبتی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. فشار آورده استند بازیگران دسته پنچر. آنها نیز اکنون میخواهند که اولین گل خود را در موسم امسال لیگ اولی حداقل امروز به ثمر رسانند و بالاتر گفته گذاشتم که موسم گذشته پنچر اولین گل را در موسم نو لیگ اولی بعد در حوزه کلوب مرکزی ورزشی ارتش در دور اول به ثمر رسانیده بود که اونجا هر دو دسته با هم دیگر بازی کرده بودند. قاعده بازی را ویران میکند بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. عبدالخلیل بارونوف نیز از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش وارد میدان شده است. من این تغییراتی که علامت گفته استودم در آغاز قسم دوم وقتی که این بازیگران وارد میدان شدند ما اونجا متوجه نشدیم چون که پخش مستقیمی ما اونجا آغاز نشده بود. تنها مشاهده کردیم که وارد میدان شد سیادی کووسیو. برآمدن عبدالخلیل بارونوف، برآمدن رستم کوشکاروف را ما متوجه نگردیدیم. بوری 16 است که پنچر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش تماشابینان عزیز در لیگ اولی با هم دیگر بازی کرده استودند. 4 بازی دیگر در جام تاجیکستان میان این دو دسته به قید گرفته شده است و در 15 بازی که قبلا بود تنها یک غلبه دارد دسته پنچر در بازی مقابل دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. 6 نتیجه مساوی، 8 غلبه به فایده ارتشی ها است و همون غلبه که دسته پنچر داشت مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش سال 2019 به قید گرفته شده بود. اصلا حسابی بزرگی که در بازی میان این دو دسته به قید گرفته شده است حسابی بزرگ 6-0 است. ماه آگوست سال 2015 کلوب مرکزی ورزشی ارتش در جام تاجیکستان این دسته رو شکست داده بود. اولین بازی دسته در لیگ اولی باشد سال 1998 بود که با حساب 2-0 به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش خاتمه یافته بود. موفق نشد به ضربه زنی اینجا کبیر سلیم شویف از هیئت پنچر. حسین‌الدین محمد علی ضربه او به مرکزی میدان بسیار خوب. کوواسی کوشش بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و اسیدین سفاروف. کنی زدن ضربه هم هست و توپ رو داشته میگیرد اکنون اینجا در زبانی دسته پنچر پیتر سرکودیه. هجومی دسته پنچر بسیار هم خوب تاسی کناری راست رو اندازی کرده می شود و اینجا توپ رو داشته میگیرد حسین‌الدین محمد علی.
خود را چندان خوب احساس میکند بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش پس از همین برخوردی که داشت. یوریتی برسانیده می شود به این بازیگر. داور نیز اشاره میکند که باید طبیبان به کمک این بازیگر بیان. کامران ابراهیموف است دفاعگر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش این بازیگر و شماره کمی مخلصان را نیز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میبینیم. تغییرات در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش وارد میدان میشود. بازیگر تحت رقم 22 اسرائیل خلف در خط حمله عوض میکند رقم 66 محمد اقبال دولتوف را. دفاعگر را از میدان میگیرد شمس‌الدین قاسیموف و حملهگر را به میدان میبرد و باز هم توجه دسته را بیشتر به خط حمله میکند چون که لکه در قسم اول چنانه که شمس‌الدین قاسیموف بازی دسته پنجشیر رو دید و خلاصه آمد که بیشتر باید در خط حمله دسته او فعال باشد و باز هم گل بیشتر رو به دروازه این دسته زند. نوفهمی میانی بازیگران سر میزند. عظیموف با کوین. یک ضربه دیگر از جانب بازیگران دسته پنجشیر و بسیار هم خطرناک بود و با مشکلی برطرف میکند حسین الدین محمد علی. ضربه غیر چشم دوش بود برای دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. ضربه که از جانب دوریان نتنگو زده شد از مسافه دور. ببینید که ضربه چگونه قوی بود. من انتظار نداشت حسین الدین محمد علی که از همین مسافت ضربه زده می شود و اون را با نوک پنجه خیش برطرف کرد. زود ضربه کنجی با بازیگذاری توپ را به بازی درآوردن بازیگران پنجشیر. اشاره ادامه دارد. یک پرتاب دیگر به داخل جریمه‌گاه. توپ در اختیار بازیگران پنجشیر است. دوریان امکان زدن ضربه است. ضربه هم زده می شود و صدگذاری از جانب بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش نیز بود. تغییرات در هیئت پنجشیر انجام داده می شود. وارد میدان می شود بازیگر تحت رقم 6 انا باتونا و در میدان کبیر سلیم شیخ رو عوض میکند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه برطرف میکنند دفاعگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. فشار آورده استودان بازیگران دسته پنجشیر. ببینیم که پس از اون که دفاعگر رو از میدان گرفت حمله‌گر رو به میدان برآورد شمس‌الدین قاسیموف توجه توجه دسته پنجشیر نیز به خط حمله بیشتر شد. کوشش بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش امکانی زدن ضربه است. اینجا لکه دیر شد پس داده می شود. فرصت هست اینجا. ببینید که کسی در همین موقع نیست که او یک ضربه استوار توپ رو تسلیم دروازه پنجشیر کند چون که دفاعگران نبودند و پس نیز بسیار هم خوب بود اما کسی اونجا پیدا نشد. ضربه کنجی نوبتی به فایده دست پنجشیر آن را اجرا میکند در کنار چپ میدان رستم کوچکاروف. پرتاب انجام داده می شود. توپ هنوز هم در اختیار بازیگران دسته پنجشیر است. ضربه زده شد. اینجا توپ به خود بازیگر دسته پنجشیر رسید. ضربه که آنجا داشت دوریان. کوشش نوبتی بازیگران دسته پنجشیر توسط کنار چپ
давлатбек саидаминов яке аз бозигароне ки дар мавсими гузашта низ дар айти дасте панҷшер буд ва ин мавсим низ ӯ шарафи дасте панҷшерро ҳимоя мекунад ва он мавсиме ки даста дар лигаи якум буд маҳз ҳамин бозигар низ онҷо дар айти панҷшер буд ва яке аз он бозигароне аст ки албатта барои баромадани панҷшер ба лига оли аз лига якум ба қавли сами худро гузоштааст. فشار آورده استودان بازیگران دسته پنجشیر زود از اوت به بازی در آورده می شود از جانب بازیگران دسته پنجشیر. سورام خوب اکنون اینجا بازی میکند بیلونگ جرارد. هجومی دسته پنجشیر فرصت هست برای عبدالفتاح ضربه هم زدن بشود و توپ اینجا با پهلوی دروازه بر میخورد. چگونه فرصت بود برای عبدالفتاح خدای دادزاده بازیگری که در آغاز رقابت تا همین لحظه از سایت دسته پنجشیر کوشش کرده است، تلاش کرده است، به تنهایی بعض موارد به هجوم گذشت، از مهارت انفرادی خود کار گرفت، اما میبینیم که در همین فرصت به زدن گل نزدیک بود بازیگری مذکور، اما توپ به پهلوی دروازه رسیده راست به دستی حسین الدین محمد علی رفت. عبدالفتاح خدای دادزاده تماشاچیان عزیز بازیگری که حتی سال 2021 یا 22 بود اگر خطا نکنم بهترین بازیگر در حیط بازیگران جوان در تاجیکستان اعتراف شده بود، در حیط روشن بازی کرده است و بازیگری است که البته میتواند در خط حمله برای دفاعگران دلخواه است البته مشکلی نیز ایجاد کند. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته پنجشیر دوباره اجازه میدهد بر توپ به داخل جریمه کو فرصت هم پیدا می شود و میبینیم که بیشتر اکنون توجه بازیگران پنجشیر به خط حمله است. از اون که یک دفاعگر رو از میدان گرفت و حمله‌گر رو به میدان برآورد شمس‌الدین قاسموف، بیشتر توجه دسته پنجشیر به خط حمله شده است. پیوسته اونو
فشار آورده ایستادن پای وسط توسط کنارا هجوم کرده ایستادن از ضربه کنجی از وضعیت استانداردی می‌بینیم که استفاده کرده ایستادن و اولین فرصتی که برای آنها بود این همون ضربه که عبدالفتاح خدایدادزاده داشت نزدیک به گل بود. دیگر تا همین لحظه یگان امکان به گل نزدیک بودن یعنی زدن گل را بازیگران پنجشیر در میدان نداشتند. سیاد کاووسشو اینجا نچندان خوب خود را احساس میکند. بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، بازیگری که در نیمه دوم در آغاز رقابت وارد میدان شد و اکنون یوری تیپی نیز به او باید رسانیده شود و خدایدادزاده با حسین الدین محمد علی اکنون همون فرصتی که ضربه زد و تو به پهلوی دروازه برخورد همون را میگوید که چگونه امکان بود که تو وارد دروازه نشد. البته آنها دوست هستند و اینجا همین حالت رو یادآور هم میشوند. و ببینید که اینجا توپ به چهره سیاد کاووسشو رسیده است. البته وقتی که به طور ناگهانی توپ به چهره بازیگر میرسد آنجا او خود را خوب احساس نمیکند. مخلصان دسته پنجشیر رو ببینید تماشا بدون عزیز. اگر شما با اون بازی که دسته پنجشیر دوئل میکند و به میدان برای دستگیری این تیم روید، اکثر موارد از مخلصان محلی این تیم دیدن میخیل مخلصان خارجی این دسته رو بیشتر در میدان میبینید که دسته پنجشیر رو دستگیری میکنند. موسم گذشته نیز من در یک چند بازی دسته پنجشیر بودم و اونجا نیز همین گونه مخلصان این دسته رو دیده بودم، مخصوصا در ورزشگاه مرکزی شهر حصار. حتی اونها برای دستگیری پنجشیر آمده بودند. البته اونها بیشتر به آن بازیگرانی که از سایت پنجشیر از بازیگران لیگانر هستند به دستگیری آنها و به همچنین به دستگیری پنجشیر میآیند و توجه بودن آنها نیز در ورزشگاه برای دسته پنجشیر شاید یگان انگیزه هم بخشد. کوشش نوبتی دسته پنجشیر. الدین محمد علی ضربه به مرکزی میدان. موسم گذشته عبدالفتاح خدایدادزاده من دو موسم اخیر در ایتی دسته روشن بود. بر روز 12 اپریل سال 2023 در بازی با دسته خطلان کارت سرخ گرفته بود از ایتی دسته روشن. موفق نشد اینجا دولتبک سید امینوف. حسین الدین محمد علی از خط دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. هجومی دسته پنجشیر توسط کناری چپ موفق نمیشوند. از او توپ را به بازی می‌درآورد کامران ابراهیموف از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. نسبت به دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در قسم دوم بازیگران پنجشیر فعالند، باید ما این را اعتراف کنیم. گرچه که در قسم اول پورا برتری به جانب دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود، اما در قسم دوم کوشش بازیگران پنجشیر دیده می شود. همه کوشش و تلاشی که بازیگران دسته ناحیه جلال‌الدین بلخی دارند این دروازه رقیب گل زدن است.
چون که ببینید الکی همه دستو گل زدن. تنها برخچی و پنچر مودن که به دروازه رقیبان خود گل زنند. وضعیت استانداردی نباتی به فایده دسته پنچر. در نزد توپ است دولتبک سیدامینوف. ضربه مستقیم بازیگر و بلندتر از تیر دروازه تو میدان را ترک میکند. حسین الدین از خط دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. بیست دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 0-3 به فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. ارتشی‌ها اینجا باز هم به هجوم گذاشتند اما برطرف میکنند دفاعگران پنچر. کوشش نوبتی بازیگران دسته پنچر بدون نتیجه بود. و اینجا بینید که در روزبان پیتر سرکودی چگونه از موقع خود بیرون شد و اگر اونجا یک اشتباه می بود بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش میتوانست که از آن استفاده کند. اما با یک باوری به خود پیتر از موقعش بیرون شد و توانست که همین فرصت رو برطرف کند. تا داخلی جریمه فرصت پیدا می شود برای بازیگران پنچر، باز هم موفق نمی گردند. کوشش نوبتی دوریان، ضربه دوریان و حسین الدین محمد علی اکنون باز هم یک سیفولی انجام میدهد و باز هم ضربه زده دوریان نگانگو رو بر می گرداند. بسیار هم بازیگر مذکور ضربه خوب داشته است دوریان نگانگو و امروز ما در قسم دوم ضربه خوبی او رو دیده استیم. گرچه که گل نشده است اما از مسافه دور بسیار هم ضربه استوار دارد بازیگری مذکور. پیتر سرکودی توپ رو داشته میگیرد. کوشش نوبتی بازیگران پنچر توسط کنار چپ پرتاب به داخل جریمه و اینجا اکنون کسی نیست که از همین فرصت استفاده کنند. برطرف میکنند دفاعگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش و زود به هجوم جوابی میگذارند. و ضربه که بود از جانب خورشید عبدالله اون را برطرف میکند حسین الدین محمد علی. چند موسم اخیر حسین الدین محمد علی در خط دروازه دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است، گرچه که در موسم گذشته شاروخ جان اشکوتیف بیشتر در هیئت اساسی وارد میدان میشد. اکنون که دروازه‌بان ازبک به هیئت شورتون پیوست باز هم در خط اساسی دروازه حسین الدین محمد علی بازی خواهد کرد. تغییرات نوبتی در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش انجام داده می شود. وارد میدان می شود سید علی ابراهیموف
و می‌بینیم که در میدان کی رو عوض می‌کند. یوری تیبیولو با بازیگر اوسف دیده کلوب مرکزی ورزشی ارتش رسانیده شده است و از ترک میدان می‌کند. لوکاس کوین بازیگری که در دقیقه 34 گل زد و مؤلف گل سوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش گردید. کارگردان با شما اکنون گل زده لوکاس کوین را نشان میدن که چگونه با سرعت بلند خود از میان دفاعگران پنجشیر گذشت، گل زد و گلش رو با یک اصول عجایب و غرایب نیز تجلیل کرد. فشار میارند بازیگران پنجشیر. 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 0-3 با فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش. هجوم دسته پنجشیر توسط کناری راست میدان صورت میگیرد. پرتو به داخل جریمه برطرف میکند جرارد بیلانگه. قربانبای شیرالیف موفق نگردید اینجا. اتوبان اکنون بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. کواسی سیورام خوب با هجوم میگذارند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش و اینجا برطرف میکنند دفاعگران پنجشیر. پیتر سارکودیه توسط کنار شب کوشش نوبتی بازیگران پنجشیر. موفق میشود ابراهیموف اینجا. جرارد بیلانگه تغییرات نوبتی در دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. تغییرات آخرین خواهد بود. سامان جان سلیمان زاده وارد میدان میشود و در میدان عوض میکند شهراز شریفوف را. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته پنجشیر. پس از این بازی تماشاچیان عزیز ساعت 18 بازی دسته‌های حاصلات و برقچی برگزار می‌گردد که آخرین بازی دوره دوم خواهد بود و بعداً بازی دوره سوم هفته آینده برگزار می‌گردند که آنجا در دوره سوم کلوب مرکزی ورزشی ارتش با هولبوک بازی می‌کند روز 28 مارس با هولبوکی که حالا در اولین اشتراکش در دیگه اولی قول هنگامه نشان داده است و دست غلبه بر استرامشان غلبه بر پنجشیر داشت. دسته مذکور دو غلبه پی هم برای دسته نوحه واسه بود و دسته پنجشیر باشد با برخی بازی میکند روز 28 مارس. در دور چهارم باشد پنجشیر با استقلال روبرو میشود روز 6 اپریل که آنجا البته بازی بسیار دشوار پنجشیر را انتظار است مقابل دسته استقلال مقابل قهرمان فعلی
و دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد رو بخشی اندری میدانی رقابت میشود. حسین محمد علی توپ رو داشته گرفت، در یک فرصت توپ از دست او رها یافت و دیگر بار توانست که اشتباهش را جبران کند. فشار میارند بازیکنان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. توسط کنار چپ فرصت است، پیتر از موقعش بیرون شود و اکنون موفق نمیشوند بازیکنان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در همین فرصت و بر صورت ضربه کنجی کار میکنند. پیتر سرکودی از خطی دروازه توپ رو به بازی می‌دارد. دهه آخری بازی نیز شروع شد و می‌بینیم که پنچر در ادامه می‌تواند موفق به زدن گل شود یا نه، چون که اون همه کوشش تلاشی که در قسم دوم دارند بازیگران دسته نوحه جلال الدین بلخین زدن گل اولین خود در موسم امسال لیگ اولی است. نوفهمی میانی بازیگران سر میزند، اصابای خود را اداره کرده نمیتواند کاپیتان دسته پنچر روشن عزیزوف فلکه بوری دوم است در بخاری امروزه. و ببینید که اینجا روشن عزیزوف و همچنین سید علی ابراهیموف لحظه خود را در میدان گوشین ساز کردند و نزدیک بود که یکدیگر را پرتاب کنند. تغییرات در پنچر انجام داده شده است. پرویز باقی آخونوف ترک میدان کرد و میبینیم که به جای هولوکی وارد میدان شده است. عزیزوف زود توپ رو به بازی می‌دارد. کاپیتان دسته پنچر توسط کنار شب هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش فرصت هم هست برای ارتشیا. اکنون اینجا برطرف میکند دفاعگری دسته پنچر. روزی محمد عبدالرحمانوف بود که همین حالت رو برطرف کرد. هجوم دسته پنچر توسط کنار چپ عبدالفتاح خدای دادزاده فرصت هست برای عبدالفتاح پسیو به داخل جریمه کو اما برطرف میکنند دفاعگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دیگر بار توپ رو به پنچر برمیگرداند خدای دادزاده و اکنون توپ در اختیار بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. امکانیات پیدا شده است برای بازیگران دسته پنچر در قسم دوم، اما آنها موفق به زدن گل نشده است. واقعا هم در قسم دوم نسبت به قسم اول دسته پنچر بازی خوبتر را نشان داده است، گرچه که در قسم اول آنها نه چندان فعال بودند. برتری پورا به جانب کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود، 3 توپ به دروازه آنها زدند، اما در قسم دوم برتری به جانب دسته پنچر است. اصلیازی و موری در قسم دوم آنها نسبت به ارتشی خوبتر و بهتر بازی کرده استند، اما موفق نشده استند که به دروازه این دسته گل زدند. جرارد ویلونگه توسط کنار چپ هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. کامرانی میرزاخان بود کاپیتان دسته.
سیاد کووسچو نیز این موسم به هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش آمد. موسم گذشته او در هیئت اسخط بازی میکرد. یک جویا با سیاوش اسرار و فتولایف آنها در اسخط بازی میکردند، اما حالا آنها این موسم دسته خود را نو کردند. سیاد کووسچو به کلوب مرکزی ورزشی ارتش آمد. فتولا و سیاوش به بخش رفتند و ترک اسخط کردن همه این بازیگران. پنج دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بازی. فرصت برای بازیگران دسته پنجشیر به میان میاد. امکانی زدن ضربه هم هست. بس به کنار چپ عبدالفتاح خدایدادزاده سرعت بلند دارد بازیگر و اکنون اینجا همین حالت رو درست استفاده برده نمیتواند. سابق بازیگری دسته روشن کلوب. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران پنجشیر. حسین الدین محمد علی زود توپ رو به هم دستش پس میدهد. توسط کنار چپ کوشش بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش بدون نتیجه است. هجوم می‌گذارند بازیگران دسته پنجشیر. مخلصان دسته حاصلات را در میدان فعال می‌بینیم. گرچه که حاصلات بازی ندارد، پس از این بازی آنها با بخشی بازی میکنند، اما مخلصان دسته حاصلات در ورزشگاه برای دستگیری دسته‌شان آمدند. طبیعی است که حاصلات یکی از دسته‌های در لیگ عالی است که مخلصان زیاد دارد. است روشن حاصلات خوجان از برای دسته‌های ریگرتاداز نیز در این میون هست، از جمله دسته‌های سر مخلص محسوب میشن. کوشش نوبتی بازیگران دسته پنجشیر. بخت برای آنها نخندیده است است که توپ رو به دروازه حسین الدین محمد علی زنند. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بدون نتیجه است. پیتر سرکودیه دولت بیک پایده بازی را در مرکزی میدان بیرون میکند. مقابل سلیمان زاده پایده بازی را بیرون کرد دولت بیک. جیرارد بیلونگه کوشش نوبتی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش توسط کنار چپ پایده بازی بیرون کرده می شود و ضربه جریمه‌ای به فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. سید علی ابراهیموف پایده بازی مقابل او بیرون کرده شد از جانب دوریان نگانگو. آخرین دقیقه وقت اساسی بازی جریان دارد. تماشاگران عزیز، حساب 0-3 به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش است و می‌بینیم که چند دقیقه به وقت اساسی بازی زم خواهد شد. هجوم دسته ارتشی‌ها توسط کنار راست میدان پرتاب هم انجام داده می‌شود و پیتر سرکودی توپ را داشته می‌گیرد. از سایت کلوب مرکزی ورزشی ارتش گل‌ها را به ثمر رسانیدن تو همین لحظه جونی شریپوف، شهباز حبیبوف و لوکاس کوین. هجوم دسته پنجشیر توسط کنار چپ دولت بیک فرصت هست برای بازیگران پنجشیر و اینجا پس نمیدهد و ضربه میزند سید امینوف، اما ضربه زده او پلوتر از دروازه میدان رو
توپ ترک کرد و یگان خطر رو هم برای حسین الدین محمد علی ایجاد نکرد. ببینید که چگونه فرصتی خوب بود برای سعید امینوف، اما البته اونجا امکانی پس دادن هم نبوده است برای دولتبک، به همین خاطر او مجبور شد که ضربه بزنه. 4 دقیقه و وقت اساسی بازی ضم کرده می شود. کوشش نوبتی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش ضربه زده میشود و اینجا برطرف میکند عزیزوف. پیتر سرکودیه امروز دروازه‌بان دسته پنشر 3 توپ رو از داخلی دروازه گرفت. 2 توپ دیگر در بازی با هولبوک از داخلی دروازه بیرون کرده بود پیتر. با همین ترتیب 5 توپ رو علکه از داخلی دروازه بیرون کرد پیتر سرکودیه که تا 2 دوره مسابقه یکم دروازه‌بان 5 توپ از داخلی دروازه نگرفته است. کوشش نوبتی ارتشی‌ها پورا در خط دفاع بازیگران پنشر. از کنار شب انانی جولیوس ضربه زده می شود و پلوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکند. در دور آینده تماشاگران عزیز پنشر روز 28 مارت در سفر با برخشی بازی میکند که اونجا نیز البته بازی دسته در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میگردد و همچنین در همین روز کلوب مرکزی ورزشی ارتش با دسته هولبوک نوحه بوسه اندر میدان رقابت میشود. ضربه کنجی به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش. وایسیدین سفاروف پاس میدهد به هم دسته خود با بازیگزاری توپ را به بازی در آوردن از ضربه کنجی بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. فرصت هست برای بازیگران ارتشی‌ها و اینجا اکنون پیتر توپ را داشته میگیرد، نظر به میزنه در زمان دسته پنشر. توپ هنوز هم در اختیار بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. یک پرتاب دیگر انجام داده می شود. گرچه که موسم گذشته اولین گل خود را بازیگران پنشر در بازی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و ثمر رسانیده بودند در دور اول که آنجا نیز با حساب 3 بر 1 دسته شکست خورد، حالا باشد با حساب 3 بر 0 شکست خورده است و این بعد به دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش گل زدن نمیتوانند بازیگران پنشر. و با همین ترتیب صدای اشتکی خورشید ددبویف از انجام بازی دور دوم دسته پنشر و کلوب مرکزی ورزشی ارتش بلند شد. پنشر باخت دوم رو به قید گرفت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش پیروزی دوم رو اکنون تجلیل میکند و گل ها را از این دسته جوریبک شریفوف، شعبوز حبیبوف و لوکاس کوین به ثمر رساندند. در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارش مستقیم خیش رو به انجام می‌رسانیم. با شما بودم من فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز بمانید. خیر.
Dorian!